شاهزر علامه باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتار 20. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صفحه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. یونان و باختر و پارت در عصرهای 3-2 پیش از میلاد. سالهای 1964 1965 ارخئولوگ های فرانسه به حفریات دیمنه آی خانم شروع نمودند. آی خانم در خاک افغانستان در لب 5 عینن در همان جایی که کوکچه دریا به آن میریزد واقع گردیده است. طرح این دیمنه کلان 3 کنجه بوده، اساس 2 کیلومتری آن لب 5 طول می کشد. یک پهلوی 3 کنجه کوکچه دریا است. قسم شمال و غربی دیمنه که در لب 5 است اندکی پستر و قسم جنوب و شرقی آن قدری بلندتر می باشد. حفریات آی خانم نتیجه های مهم داد. از اینجا پاره های انشاءاتی عظیمی یافت شد که خصوصیت اساسی آن استفاده شدن اصول طرح بندی و قسم های بناکاری ایلینی می باشد. بناها از سنگ و خشت خام و پخته ساخته شدند. در عمارت ستون و بالارهای سنگی در بالای دیوارهای خام خشت جای داده شدند. قسم های سنگی عمارت از روی اصول کارینف ساخته شده به معیار ایلینی عیناً موافقت دارد. از اینجا هیکل های ایلینی، سفالات، زیور، اینچنین قبرستان یونانی و سنگ های روی قبرهای یونانی و غیره یافت شدند. تمام این بازیافت ها از جمله تنگه ها دلالت می کنند که آی خانم شهری عصرهای 3-2 پیش از میلاد یونان و باختر است و در آن عنصرهای مدنیت یونان و ایلینی و اینچنین عنصر خاص یونانی اهالی محلی افضلیت داشت. ما حالا نام این شهر را که یکی از کلانترین شهرهای یونانی بود نمیدانیم. شاید این شهر هم یکی از همان اسکندریه ها و انتیاخیه ها باشد. ممکن یوکراتی دیه همین شهر باشد. ولی همینش انیخت که این شهر در دوره سلوکیان و یونان و باختریان بیشک وجود داشت و یکی از مرکزهای مهم دولت یونان و باختر بود. جالب دقت است که در روبروی آی خانم در این ساحل 5 در حدود ریان فرخار ارخئولوگ ها دیگر آثار مهم دوره آخر عهد یونان و باختر سکسناخور را کشف نموده تدقیق کردند. سکسناخور از مرکز ریان حاضره فرخار 7 کیلومتر شمالتر واقع است. وسعت عمومی دیمنه 5 گیکتر. در رفت حفریات در اینجا محله کاسبان، خمدانهای کلاری و اینچنین انشاءاتی یافت شد که قصر و معبد را در بر گرفته است. مرکز این انشاءات حولی کلانی 4 کنجه است که از 3 طرف دالان دارد. در یک طرف حولی ایوانی بر هوای 4 ستون بوده است. در پیشگاه ایوان دری بوده است که به دالان گشاده می شده است. در 2 طرف ایوان 2 حجره بوده است. اقال نباشد هم به هر حال قریب راست روبروی ایوان تالاری کلانی 4 کنجه‌ای بوده است که شیفت آن را 2 ستون برداشته می ایستاده است.
در شفت تالار باز یک عمارت چارگوشه‌ای درازرویه‌ای بوده است که آنجا قربانی می کردند. تالار و این قربانجا گرداگرد دالان داشتند که با دالان گردی حولی پیوست می شدند. به قد دالان غربی حولی 8 بینایی بوده است که به 3 گروه علاهیده تقسیم شدند. خصوصا گروه شمالی بیناها جالب دقت است که در مابین آنها یک خانه کلان چارکنجه‌ای ستوندار بوده است. محض از همین خانه بسیار چیزهای قیمت بها از جمله 3 برگه طلایی یافت شد. دیوار بیناها نهایت غفص است. خانه های دراز رویه به بام های چارکنجه یا راست کنجه ستوندار پوشیده شدند. آستانه بسیار خانه های با حشمت از تخت سنگ های چارتراش ساخته شده است. ایوان با چندین ستون های سنگی مزین بوده است که پایه های پرنقش و نگار و مرکب ساخت آنها در روی ته‌کرسی های 2 قبطه سنگین می ایستادند. خصوصاً باشه های ستون ها که با اصول کارینف ساخته شده بودند نمود غرایب داشتند. از افتکار تالاری 2 ستونه پس ایوان و بینای شفت آن که محراب آتش آنجا می ایستاده است مرکز عبادت بوده. آن 8 بینای دیگر که به 3 گروه تقسیم شده اند تالار قبول و عبادتگاه قصر بوده است. سنه عمارت این انشاءات عصرهای 3-2 پیش از میلاد. در تریتوریای تاجیکستان در زمان یونان و باختر بسیار شهرهای دیگر نیز بودند. مثلا یکی از آنها دیمنه کیقوباد شاه می باشد که در قریبی پسیالکه حاضر زمانی ناصر خسرو واقع گردیده است. طرح آن راست کنجه بوده، دیوارهای غفص و برجهای 4 کنجه داشته است. دیوار از پاخسه و خشت خام ساخته شده کنگوردار بوده است. از خود شهر چند بیناهای 4 کنجه و راست کنجه سفید انداوه یافت شدند. کیقوباد شاه ارگ نداشته است. اندکی دورتر از این دیمنه باز یک دیمنه دیگر هست که در خود پسیالکه ناصر خسرو در جای دیمنه قلعه میر واقع گردیده است. از اینجا هم استاخانه مسگری و بسیار اشیای روزگار و تنگه ها یافت شده. در بین آثار ارخئولوژی تاجیکستان جنوبی کهنه قلعه قریبی و رشیلاوآباد مقامی مخصوص دارد. این دیمنه از کیقوباد شاه خردتر بوده، از 2 قسم عبارت، قسم اساسی که راست کنجه است و قسم دیگر که شکل معینی نداشته در شفت آن واقع است. این دیمنه در جای از جهت استراتژی خیلی قلعه در لب جری کناری وخش ایستاده است. داخل قلعه سراسر عمارت بوده است که آن از بیناهای درازرویه‌ای به هم پیوسته عبارت بوده. خانه‌های گوناگونی کلان و خردی راست کنجه و 4 کنجه داشته است. از حفریات معلوم شد که ساختمان کهنه قلعه به آخر نرسیده بوده است. شاید سبب همین باشد که آن در پایان وجود دولت یونان و باختر ساخته می شد و حمله کوچمنچیان ساختمان آن را قطع کرده است. کهنه قلعه هم مثل کیقوباد شاه امکان می دهد که صنعت قلعه سازی باختر قدیم انیق کرده شود. برج‌های راست کنجه‌ای که به همدیگر زیچ ساخته می شدند انشاءات مقتدر حربی بودند. نیمه ستون‌های مخصوص پیلیاسترها هم دیواری برج‌ها و هم دیواری خود قلعه را مستحکم تر می کردند. قطار تیرکش‌های برج و دیوار قلعه هم تیرکش‌های حقیقی و هم تیرکش‌های قلبکی داشت. درآمدگاه قلعه با انشاءات مخصوصی پیش دروازه و یا خود به برج بلند مستحکم کرده می شد. معلوم که سمرقند و سوخت از اصطلاح یونان و مقدونی ها خیلی ضرر کشید، ولی صرف نظر از این در ناحیه زندگی باز براه در آمد و من بعد جان گرفت.
مثلا صنعت کلاری خیلی پیش رفت. عموما کسب و کاسبی در این دوره خیلی رونق یافت. به بازارها در قطار محصول کاسبان محلی محصول ایلین‌های کاسب هم در آورده می شد. از حساب یکدیگر بایشوی مدنیت به عمل می آمد که این به بلند شدن درجه و صفت صنعت محلی کاسبی مساعدت نمود و صنعت محلی کاسبی در نوبت خود به کسب و کاسبی تمام شرق ایلینی تأثیر رساند. این پروسس مثلا از کلاری و بیناکاری عیان است. در خواجگی قشلاق هم خیلی کامیابی ها به دست آمد. مؤلفان عتیقه از شرایط خیلی قلعه آب و هوای باختر بسیار روایت کردند. در اینجا غله دانه می کاشتند. ذاتاً دانه زراعت اینجا خیلی کلان کلان بوده است. از جمله در اینجا شالی نغز می شده است. باغ و تاکزارها بودند. چارواداری رونق داشته است. شکی نیست که هم در باختر و هم در سوق شبکه کلان کانال‌های آبیاری وجود داشت. در فوق هنگام توصیف تاریخ افکار سیاسی ما بارها به تنگه‌ها استناد کردیم. الحال مکمل ترین و با نظام ترین معلومات نامه راجع به تنگه‌های دوره یونان و باختر کارپوسی تنگه‌های هند و یونانی می باشد که عالم هندوستان لاهوری ترتیب داده است. ولی گفتن در کار که در معلومات نامه مذکور متریالی موزه‌های سویتی و اثرهای در این بابت چاپ شده سویتی استفاده نشده است. پادشاهان یونان و باختر از طلا، نقره، میس سکه می زدند. غیر از این سکه هایی بودند که از خوله میس و نیکل زده می شدند. تا به زمان ما بسیار تنگه های نقره یونان و باختر آمده رسیدند. در روی تنگه ها عادتاً صورتی شاه و در قفای آن صورتی یگان خدا، اپلون، ارتیمیدا، افینا، دیمیترا، دیاسکورا، گیکاتا، گیلیوس، گیراکل، زیوس، نیکا، پسیدون نقش می شد. لاهوری می نویسد که این خداهای یونانی بعضاً با قیافه تصویر می یافتند که به توأمان شرقی آنها خاص بود. در اولین تنگه های یونان و باختر کتیبه فقط از عنوان و نام شاه عبارت بود. یوکراتید اولین کسی بود که در تنگه ها صفت کبیر را ثبت نمود. انتیماخ باشد خود را خدا نامید. در عهد یوکراتید در تنگه ها باری نخست کتیبه دو زبانه پیدا شدند. صورت و خطهای یونانی که عادتاً در قفای تنگه ثبت می گردید بروی تنگه گذرانده شده در قفای آن با خطی خراشتی ترجمه تحت اللفظی پراکریتی آن را ثبت می کردگی شدند. ضمناً گفتن لازم که کتیبه ها هیچ وقت به هم دیگر موافقت نداشتند. در تنگه های میسی دوره های ثانی دو والیان هندوستانی دیگر خطی برهمی استفاده می شد. مسئله مقیاسی وزن تنگه های یونان و باختر موافق همان مقیاسی وزن است که در یونان معمول بود. عتیقی نام داشت و از روی آن واحدی وزن طلا به 132 گرم یعنی به 8.2 گرم برابر. مثلا چنینند وزن تنگه های طلایی دیاداتی 1 و 2، یفتیدیم 1 و یوکراتید که ستاتر نام داشتند. ولی تنگه های یونان و باختر نه همه وقت به مقیاسی وزن عتیقی موافقت می کردند و دیگر مقیاس های وزنی نیز کار فرموده می شد. پیدایش این مقیاس ها و ثمره اقتصادی استفاده آنها مورد مباحثه می باشد. زیاد بودن تنگه های یونان و باختر دلیل ردناپذیر رواج معاملات مال است. موافق معلومات بازیافت های نبترین ارخئولوژی، تجارت بین الخلقی، علل خصوص
تجارت با عالم الینی خیلی در اوج بوده است. در عین حال تنگه ها در سودای داخلی هم استفاده می شدند. و این مأخذهای خطی هم شهادت می دهند. سیاحان اجنبی نوشتند که باختریان در سودا همتا ندارند. در بکتر بازاری کلان بوده است. معلومات درباره مدنیت معنوی نهایت ناقص است. ولی همین معلومات ناقص هم دلالت می کند که یونان و باختر یکی از مرکزهای مدنی جهان آن زمانه بود. در سرزمین باختر مدنیت مترقی به خود خاصی محلی وجود داشت که آن از قعر عصرها ابتدا می گرفت. روابط تمدن باختر با مدنیت بای هندوستان، با مدنیت یونانیان و با مدنیت شرق الینی ثمره بزرگ داشت. صنعت یونان و باختر به اوج ترقیات رسیده بود. بهترین داننده این صنعت تریور درباره تنگه های شاهان یونان و باختر نوشته بود. در تنگه های یونان و باختر صورت شاهان با مهارت بلند ثبت شده‌اند. مهر آن را صنعتکاران زبردستی کندند که در عکس حجمن خردکک چنان رسم ریالیستانه آفریدند که نه فقط خصوصیت قیافه شخص را انعکاس می نماید، بلکه به واسطه این یا آن جزئیات خرد فعل و اطوار این یا آن شخص را عیان می سازد. به قول تریور در شهرهای باختر اثرهای هیکلتراشی مشهور یونان لیسیپ که مؤلف هیکل‌های معمولی اسکندر مقدونی می باشد باید وجود داشته باشد. ایجادیات این صنعتکار خیلی ریالیستانه است. صنعت هیکلتراشی عصر 3 پیش از میلاد الین ها در زیر تأثیر لیسیپ و پیروان او تکمیل می یافت و این نکته را به باختر هم نسبت دادن ممکن است. به هر حال در آی خانم الکی هیکل‌های الینی یافت شدند. در مسئله رسم تنگه ها باشد میگوید تریور گپش را دوام داده. احتمال در بین مهرکنها یونانیان هم بودند، ولی اگر این را به نظر گیریم که تنگه های یونان و باختر نسبت به تنگه های آن زمانه یونانی صورت کس را روشن‌تر و واضح‌تر عکس نموده، هم فکر و اندیشه، هم شفقت و مهربانی و هم قوت و متانت را افاده و انعکاس کرده می توانند، ممکن است مهر را استای محلی یونانی یا باختری کنده باشد که بهترین عنعنه های لیسیپ را از خود نموده است. ما اینچنین از آثار عجایب تاریف تکه باختر واقف هستیم. دیواری بناها با نقش و نگار، با مقرنس و منبتکاری های سنگی، فلوزی و غیره زینت داده می شدند. چطوری در بالا قید کردیم، در این دوره باختر با عالم الینی و با هندوستان روابطی پرثمری مدنی داشت که این در عقاید دینی نیز ظاهر گردیده است. محض در همین دوره در آسیای میانه دینی بودایی پهن شد. ولی این چنین معنا ندارد که زردشتیه موقع خود را از دست داده باشد. به مرکز باختر شهر بکتره که در آنجا زردشتیه خیلی معمول بود، از هر گوشه و کنار زیارتچیان سیرشمار جمع می آمدند. در اینجا معبد اساسی آتش پرستان، معبد آریحه اردویسور اناهیتا موجود بود. در این معبد هیکل اناهیتا می ایستاد که در سر تاج طلا و در بر لباسی داشت که از پوستی 30 سگابی دوخته بودند. در شهر معبد دیگری خداها نیز بود. از افتکار معبد سکسناخور هم معبد زردشتیان بود. بی شبهه در باختر معبدهای یونانی هم وجود داشتند، زیرا در بین اهالی یونانیان بسیار و خود حاکمان دولتی یونان و باختر یونانی بودند. دلیل این ادعا صورت خداهای یونانی است که در قفای تنگه ها ثبت می شد.
نام آنها را اندک بالاتر ذکر کردیم. معبد و عبادتخانه های یونانی در آی خانوم هم یافت شدند. اینک در یونان و باختر دینهای گوناگون وجود داشتند. از میلیند پنخ می دانیم که در شکل نام شهر هندوستان نمایندگانی همه گونه دینها را احترام می کردند. در اینجا واعظی همه گونه دین ندای تحسین و تبریک می شنیده است. احتمال در باختر هم وضعیت چنین بود. در عین حال شک نیست که اکثر اهالی محلی باختری ها مثل پیشتره به زردشتیه اعتقاد داشتند. ممکن است یونانیان هم به تأثیر آن دچار می شدند. یونان و باختر و پارت در عصرهای 3-2 پیش از میلاد. دولت پارت اگر با سنه های این فصل محدود نشویم و متریال های دوره ثانی‌تر را به نظر گیریم، معلومات درباره ساخت داخلی دولت پارت نسبت به یونان و باختر بیشتر است. بعضی معلومات های مؤلفان عتیقه دسترسی ما گردیدند. یادگاری های اپیگرافی بسیار معلومات می دهند و غیره. در یکی از کلانترین مرکزهای دولت پارس، نیسا قریبی اشخاباد، ارخیو کلان حجت‌های خطی یافت شد که آن اهمیت مخصوص دارد. در دولت پارت حاکمیت پادشاه را دو شورا، شورای اشراف و شورای کاهنان به اندازه محدود می کردند. به شورای اشراف غیر از نمایندگان سلاله اشکانی از افتکار نمایندگان باز 6 خاندان اشراف داخل می شدند. پادشاه را از بین خاندان حکمرانی همین دو شورا انتخاب کرده وصیت پادشاه مرحوم را هم به اعتبار می گرفتند. به هیئت پارت دیگر دولتچه های تابع مثلا گیرکانیا یا سکیستان که واری آنها بعضا به نام خود سکه می زد، مثلا علم و پیرسیده. اینچنین سترپیه ها که نسبتاً خرد بودند با سرداری سترپ، شهرپ یا نحوادار داخل می شدند. سترپیه ها به گیپرخیه ها و گیپرخیه ها به ستاتمه ها تقسیم می شدند. مرزبان ها از سترپ ها بالاتر می ایستادند، زیرا به آنها یک چند سترپیه ها تابع بودند. با طفیل تدقیق و کشادن رمز ارخیو نیسای کهنه، دیاکنف و لیفشیتز برای معین نمودن ترتیب مأموریت محلی که در پارت شمال و شرقی عمل می کرد، متریالی پرقیمت به دست آوردند. در محلها اداره های سیرشبکه مأموری وجود داشته است. واحد خردترین مأموری دیز یعنی دهه حصاری بوده است که به آن دیزپت سرداری می کرد. دیزپت به سترت تابع بود. سالهای 20 عصر 2 پیش از میلاد در این ناحیه کافیزاد نام شخص سترپ بوده است. نام سردار دسته لشکری سوارگان هم به ما معلوم، او را تیریدات می نامیدند. باز نامی چند خزینه داران و اسپکی ساسان تا به ما آمده رسیدند. درغون کردن خراج و انداز و اندوختن محصولات یک گله عملداران مشغول بودند. مثلا برای کشاندن شراب به انبار پادشاه که مدوستان نام داشت، عملداران متصدی بودند که عنوانهای زیرین داشتند: شراب کش، مهردار، کاتب، محاسب، دسترخوانچی. موغ‌ها نیز طبقه با امتیاز بودند
و سپاسک موغ نامبر شده است که عنوانی اتورشپت آمیری آتش داشته است. وظیفه عملداران محلی پیش از همه همین بود که از مردم هرچی بیشتر خراج و انداز ستانند و او را مطیع نگاه دارند. حجت‌های ارخیو نیسا دلالت می‌کنند که در زمین‌های حاصلخیز جنوب ترکمنستان ملک‌هایی وجود داشتند که از تاکزار عبارت بودند. مالکیت زمین چند نمود داشت و وابسته به هر یک نمودی مالکیت زمین برای پادشاه انداز می‌گرفتند. اندازی مخصوص که قسماً به نمودی مال و قسماً به پول نقد برای خاموش نشدن آتش مقدس ستانده میشد، گویا یک نوع عشر دینی بود. در مرکز در قلعه مهرداد کیرد، الحال دمنه نیسای کهنه، انبارهای بزرگی شراب نگهداری شاه واقع بود. به اینجا شراب آورده به خمهای کلان می ریختند و به حجت داخل می نوشتند. برای نوشتن حجت تنی خمها استفاده می شد. در یک پاره آن گپهای لازمه را نوشته می ماندند، مثلا ترش شدگی، به خم دیگر ریخته شدگی و غیره. در این حجت ها مقدار شراب، نام تاکزار و نام ملک، نام و عنوان شرابکش، سنه آوردن شراب، نوع شراب و غیره نشان داده می شد. این گونه حجت های مفصل در دوام 70 سال ترتیب داده می شد. غیر از این حسابات عمومی، روی خطها و برای شرابگیری طلبنامه ها یافت شدند. تا به قریبی فقط شهرهای پارت غربی صنعت شهرسازی و مدنیت آن آموخته شده بود. از حجت‌های به دست آمده معلوم بود که شهرها به هر حال شهرهای کلان ارگان‌های خود اداره کنی داشتند. به شهر یک ناحیه خواجگی قشلاق وابسته بود و بعضی شهرها از نام خود حتی سکه می‌زدند. به شرافت حفریات ارخئولوژهای سویتی باری نخست شهر و دهه‌های پارت شمال و شرقی هم معلوم شدند. مثلا در دو دمنه همشفت نسا که در دهه باغیر قریبی اشخابات واقع است، چندین سال حفریات کنده شد. دمنه نسای کهنه قروق پادشاه بوده است. نسای نو باشد باقی مانده شهری پارت. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملتی تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. یونان و باختر و پارت در عصرهای 3-2 پیش از میلاد. شما گفتاری 20 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان در قرائت عبدالرشید خوجمقولov شنیدید. کارگردان شیرالی مغزلی.